شرکت برشنا برق شرکت‌های تولیدی و خانه‌های مسکونی را که پول صرفیه‌های برقشان را نپرداختند قطع می‌کند. سخنگوی این شرکت گفته که این شرکت‌ها و خانه‌های مسکونی نزدیک به 380 میلیون افغانی از شرکت برشنا بدهکار هستند. از سوی هم مسئولان اتاق صنایع و معادن گفتند که شرکت برشنا نباید از بهر پرداخت نکردن پول صرفیه‌های برق بالای کارخانه‌های تولیدی فشار آورد. مسئولان شرکت برشنا میگویند که این کارخانه ها چندین دوره پول برق را پرداخت نکردند و اکنون شرکت برشنا ناگزیر است که برق آنان را قطع کند. موږ په ټول کابل کې اشریه سله ده چې هر څوک قرضدار یې موږ د هغو په الحق تلاین کوو چې هغو پیسې ادا کړي هغو ته بیرته لاین ترکو موږ. در همین حال سخنگوی شرکت برشنا میگوید که حدود 380 میلیون افغانی تعداد از کارخانه ها و خانه های مسکونی در پایتخت بدهکار هستند که اکنون برق آنان قطع شده است. په ټوله کې تقریبا 380 میلیونه شاوخوا افغانۍ د فابریکې د برېښنا شرکت پورې وړي دي چې دا تقریبا د څلورمې دورې څخه راپیسته حسابل کیږي. بر بنیاد آمارهای شرکت برشنا کارخانه هایی که بدهکار هستند قرار ذیلند: شرکت ذوب آهن ملی 40 میلیون افغانی، شرکت ذوب آهن سخی احمد پیمان 28 میلیون افغانی، شرکت پیمان آیسکریم 11 میلیون افغانی، فابریکه ذوب آهن نظیر احمد 10 میلیون افغانی و فابریکه پایپ پلاستیکی حاجی محمد بشیر 5 میلیون افغانی است که از چندین دوره صرفی برقشان را پرداخت نکردند. از سوی هم مسئولان برخی از کارخانه های تولیدی میگویند که باید برای آنان مهلت داده شود تا صرفیه های برقشان را بپردازند. ما اگر اینو وقت میدادن به زودترین فرصت ما البته موضوع بیل برق پرداخت میکنیم، چون حق دولت هست و هیچ کس منکر از این نیست که پول پرداخت نکنه، ولی متاسفانه که برای ما حتی 2-3 روز وقت داده نشد که ما تا حساب را تصفیه میکردیم. ما همیشه خواستار از این بودیم که ریاست برشنا اگر میخواهد اما باقیداری خود به وقت و زمانش به کشورهای وارد که از اونجا ما برق وارد میکنیم پرداخت کنه. پس امو سیاسیونه که تا 20 سال متاسفانه خون ملت خوردن و حتی تا خود بل برق که تقریبا اگر ما مقایسه کنیم مقدر باقیداری در پارک‌های صنعتی موجود نیست. با گفته مسئولان شرکت برشنا 80% برق مصرفی از کشورهای همسایه وارد می شود که اگر صرفیه های آن پرداخت نشود ممکن برق تمام کشور قطع شود. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا درود دیگر بدرود. وقت بر همه شما خوش.